سلام و درود خدمت شما عزیزان. اومدم با یه آموزش دیگه در خدمت شما هستم. برگ هامونو میخوایم فیکس کنیم با استفاده از چسب چوب. من 2 مدل چسب چوب آوردم، ولی شما میتونید از هر مدل چسب چوبی که میتونید استفاده کنید. فقط باید دقت داشته باشید که چسب چوبتون بعد از خشک شدن کاملا بیرنگ باشه. برگ هامونو قسمت های بعدی دیدید که چطوری بافتیم، چطوری صاف کردیم و حالا میخوایم بعد از اتو کردیم. حالا میخوایم بعد از اتو کردن فیکسشون کنیم که وقتی از دیوار کوبمون آویزونش میکنیم نخاش جا به جا نشه، رو به پایین آویزون نشه. خب اول از همه ما یه مقدار آب میریزیم توی یک ظرف. بستگی داره که چه تعداد برگی رو ما بخوایم الان فیکس کنیم. ببینید آب زیاد نمیریزیم که خیلی رقیق بشه و چسب چوبمون رو قاطی آب میکنیم. میگم چسب چوب ها مارک های مختلفی داره، ولی چسب چوب مشهد شنیدم که این مارک خوبی هست و من این 2 تا چسب چوبی که دارم استفاده میکنم هر دو بعد از خشک شدن کاملا بیرنگ هستن، یعنی اینا مشکلی نداره. اون یکی دیگه اسمش پاروت هستش و چسب چوب مشهد هم هست. خوبه. چسب چوبمون رو توی آب میریزیم، بعد کاملا مخلوط میکنیم که خوب رقیق بشه و یک دست بشه. خب وقتی که کاملا رقیق شد من دوباره با شونه میکشم روی برگ ها رو و نخها رو کاملا صاف میکنم. جهتشون رو قشنگ مشخص میکنم. یه مقدار به سمت پایین شونه میکنم. حتی دونه دونه نخها رو من بهشون دقت میکنم که از قلم نیفتن. به جهت پایین شونه میکنیم و شروع میکنیم آروم آروم چسب چوبمون رو روی برگ میزنیم. با یه دستمون برگ رو کاملا نگه میداریم که فیکس باشه، جا به جا نشه، چون دیگه نخها خیس میشن بهتره که اصلا جا به جا نشه. و به ترتیب آهسته چسب چوبمون رو میزنیم روی نخهامون و تمام برگ رو به چسب چوب آغشته میکنیم به این صورتی که میبینید. دقت کنین که من با دستم نگه میدارم گره های برگم رو که جا به جا نشه. بهتر از ابتدا تا انتهای نخهامون رو کامل آغشته کنیم به چسب چوب، چون ممکنه بعضی جاهاش خیس نشه و بعضی جاهاش چسب چوب بهش نخوره و کلا کارمون خراب بشه.
خب این از این طرف برگمون. خب حالا میخوام برگ رو بچرخونیم به سمت دیگه و پشت برگ رو هم چسب چوب بزنیم قشنگ. من از این روش استفاده میکنم. یک سینی یا یک صفحه ای رو که دارید که صاف و تمیز هست میذاریم روش و میچرخونیم به سمت دیگه. چون یه طرف برگام و نخامون خیس شده، خیلی باید مراقب باشیم که جا به جا نشه. کوچکترین جا به جایی باعث میشه نخها از اون حالت خودش در بیاد و چون دیگه خیسه، شونه کردنش و مرتب کردنش سخت میشه. پس بر همین از این روش استفاده میکنم که دیگه زیاد جا به جایی نداشته باشم. شروع میکنم سمت دیگه برگم رو چسب چوب میزنم. بازم دقت کنید، ببینید با دستم نگه میدارم که برگم اصلا جا به جا نشه. اگر نخهایی پیچ دارن یا کج شدن، کاملا با برس یا با چوتکه میکشم که صاف بشن. خب اگر که چسبمون احساس کردیم کمه، دوباره بهش اضافه میکنیم که زیاد آب اضافه نباشه. یعنی اون آب باعث میشه که یه مقداری لکه های زرد رنگ بعد از خشک شدن ایجاد کنه روی کارمون. پس باید چسب چوب بیشتر اضافه کنیم که خیلی رقیق نباشه مایع ما. بعد از اینکه خوب هم زدیم، سمت دیگر رو شروع میکنیم به چسب زدن. من یک لحظه از زیر کار نگاه کردم مطمئن بشم که برگم جابجایی نداشته و نخهای پشتش، چون صفحه‌ای که انتخاب کردم حالت بیرنگ و شیشه‌ای هست، اون طرف کارم دیده میشه. وسط کار پشت کارم رو نگاه کردم که مطمئن بشم نخهای من جابجا نشده و برگم همینطور ثابت و فیکس هستش. چون خب خیلی مهمه دیگه، هر جوری که الان بذاریم بمونه به همین شکل خشک میشه و حالت میگیره و دیگه بعد قابل تغییر نیست. چرا؟ قابل تغییر هست، ولی خب هم دوباره کاری داره و همین که دیگه برگمون اون شفافیت و حالت خوب اولیه‌اش رو دیگه از دست میده. خب عزیزان، به این شکلی که دیدین برگ ها رو فیکس میکنیم. یعنی پشت و روش رو قشنگ چسب چوب میزنیم، میذاریم خشک بشه تا روز بعد و روز بعد از سطحمون جداش میکنیم. اگر که بخواین میتونین که یک پلاستیک فریزر روی برگ بذارین و یه سطح صافی رو براش ایجاد کنید که همونطور صاف خشک بشه. ممنون که ویدیو من رو تماشا کردید. مرسی.